5 کلید رابطه مؤثر. به جای پنهان کردن مشکل، سکوت کردن، فرار کردن از مشکلات، باهاشون روبرو بشین. بپذیرید، برای حلشون اقدام کنید، وگرنه یا ناامید میشین یا منفجر. برای پایداری رابطه با همدیگه همکاری کنین. یه نفر نمیتونه به تنهایی رابطه رو به موفقیت برسونه. پس تلاش کنید. به فرد مقابلتون نشون بدین قابلیت انتقاد شنیدن درست رو دارید و اگر در برابر گلایه ها سپر دفاعی بگیرید، مشکلات حل نمیشن. پس رابطتون روز به روز سرد میشه، سکوت حاکم بر رابطتون میشه. تمرکز بذارید روی رفتارهای مثبت، نه رفتارهای منفی. خودتون هم بی عیب و نقص نیستین که انتظار دارید فرد مقابلتون خطا نکنه. برای بهتر کردن رابطتون آموزش ببینین، مشاوره برین. درخت رابطتون رو با تبر ناآگاهی و اشتباهات قطع نکنید.